من بگم؟ آره. یکی رو انتخاب کن یکیشو بگم. اینو بگم. وای! سلام بچه ها، چطورید؟ نمیخواید سلام بدید؟ سلام. خوش اومدید به این قسمت از گپ خودمونی با ما. قراره که توی این ویدیو خیلی با هم دیگه راحت باشیم. چرا؟ بچه‌ها آروم باشید. من یه سری سوال ازتون میپرسم، بهش جواب میدید، در آخر خودم به اون سوال حالا جواب میدم. دلیل جوابمون هم باید بگی. آره اگه نیازش به دلیلش هم باید بگید. الگوی تو توی زندگیت کیه؟ 2 hours later. الگوی خاصی ندارم، الان میگه خودم الگوی خودم. خب الگوی من بگم؟ مامانم. آفرین آفرین، بابام. جواب من همینه. دقیقاً جواب من هم همینه، الگوی مامانم. منم مامانت. عشقش مادرش چاکرتم عشقم مادرش دوست دارم مسئول. الگوی من بگو واقعا الگوت کیه؟ چون من خودم الگویی ندارم باید الگو بشم دیگه. موجود من جواب واقعا چون دقیقا ما خودمون اسوه ایم. یا برم. آره. بگو آجیل بده. الگوت کیه؟ الگوت کی عزیزم؟ نمیخواد واقعا جواب الگو بدی؟ ندارم. من میگم یعنی میشه آدم تو زندگیش هیچ الگویی نداره؟ یه آدمی که خیلی خفنه که من قبولش فکر کردی داری. من کاش این ویژگی‌های مثبت این آدمو داشته باشم. نه من هیچ وقت نگفتم کاش من مثل یکی باشم. حالا گفتی خب چه مثلا آدم بابامو خیلی خفنیه. قبول دارم. ولی اینکه الگوم کسی باشه نه. یه وضعیتی قرار بگیری ندونی باید چه رفتاری بکنی بر نمیگردی ببینی مثلا بابا تو اون وضعیت مشابه چیکار نه کرده. معمولا زنگ می‌زنم مسئول. واقعا واسه‌تون متاسفم. بریم سوال بعدی. الان از تو میپرسم. خب چه چیزی باعث میشه که به فرد خاصی جذب بشی؟ یه ویژگی خاص باید بگی. دیگه از تو سوال پرسیده نمیشه، تو سوختی. مسعود جواب بده. لبخندش و بویی که میده. آفرین. یاد بگیر یکم با مسعود بگرد. این از زیر لگد خورده. زلف یار که در بار اینجوری می شود. خب بگو باید نوبتتون. استایل مو دستا و خب این کدوم دوربین؟ جفتش هست. آدم اینقدر دورو خب این سوال رو اول از گلی میپرسم. باید من موافقم. تو مخی ترین کار پارتنرت چیه؟ آها سوال کاملا چالشی. خیلی بی محابا و بی توجه مثلا یهو میاد بدون اینکه دور و برش نکنه میشینه یه جا مثلا زیرش یه مجسمه ساخته شده از عاج فیله که به راحتی میشه مثلا یا خیلی بی توجه دیگه تو مخت نه؟ سر به هوا سر به هوا عیدت دوست مسعود موجی بده بده زن. نه من آخر میگم. نه الان تو نه من آخر میگم. نه زهرا آخر میگه. من آخر میگم. این تو مخته؟ خیلی. همچه این کار صدا می‌کنی؟ میترسه گوشت هم میریزه واقعا. بیماری؟ چون نمیذاره مثل آدم گازش بگیرن. تو مخی ترین کار خیلی زیاده. مشتاق نمیدونم نگفته. از کدوم شروع بکنم. بچه شاید باورتون نشه
ولی هر جای مجتبی، سرش، صورتش، چشاش، گوشش، دماغش، دهن، به هر جا دست بزنی میگه دست نزن، نکن، قبلک هم میاد. من با بگم آره. یکی انتخاب کن یکیشو بگم. اینو بگم. وای دیدی چی کار کرد؟ خیلی حرکت کسی. ببین همه چی جا به جا میشه. جا به جا. جا به جا مثلا نمیشه، مرتب میشه. ببین اصلا تو الان میای مثلا هم تو کشو یه چیزی رو بردی الان اینجاست میری دستشویی برمیگردی کشو رو با میکنی نیست. نکن. برای چی باید این کارو میکنی؟ ممکنه تو مرتب سازی اونجا شده. قشنگیش اینه بعد میگم خب حالا اوکی الان این کار تو مخم انجام میدی این الان کجاست خودش پا میشه میگرده. اینه خیلی زور داره. یادم میره انسان فراموش کن. سوال بعدی. اگه نزدیکترین آدم زندگیت قتل انجام بده حاضر گردن بگیری؟ نه. منطقی. نه. گردن نمیگیری؟ نه. اگه آدم کثیفیه چیه؟ این همه عشق خوبه است. منم گردن نمیگیرم. نمیگیری؟ نه. منم نمیگیری؟ من نگیرم آدم باید تاوان اشتباه خودشو خودش بده. آفرین. ولی آدم اشتباه میکنه پای خودشه ها. ولی آدما چرا میرن تو رابطه و این داستانا سرمایه گذاری میکنن به نظرت؟ که یه جاهایی بتونن این مورد ساپورتی حداقل داشته باشن. خب تصور غلطی که بقیه از تو دارن. فکر میکنن همیشه میره درم. کلی جان؟ بعضی موقع میره درم. معمولا میره. ولی معمولا درشه. قدیما فکر کنم خیلی دختر خوب و اونجوری الان دیگه اونجوری نیست. دختر بدی شده. الان دیگه میدونن چجور دختری هم. تو اولین برخورد آدم فکر کنم من خیلی خودم میگیرم و چقدر سخته با من ارتباط برقرار کردن. نمیدونم چی میزنن. واقعا تو اولین برخورد همین فکر رو دارم میکنم با درست یه ذره چند تا برخورد بعدی هم همینجوریه. مطمئن میشن که این همین برخورده. بهشون ثابت میکنم من تصور غلطی که بقیه از خودم دارن اینه که فکر کنم من خیلی آدم پررویی هستم ولی اصلا اینجوری نیست. من خیلی آدم خجالتی هستم به شدت، یعنی خیلی زیاد نگم واسهتون، یعنی تا حدی که یه سری وقتا نمیتونم حرفمو بزنم. یه جا مثلا حتی اگه بریم غریبه باشه نمیتونم درخواست یک لیوان آب بکنم حتی. خیلی زیاد اصلا نگم ما شب خوب بودن. یه جا بریم آدم های غریب باشن تو از من درخواست آب میکنی. بله Stop it. Get some help. خب من تا قبل اینکه ازدواج کنم فکر می‌کردم که خیلی آدم آقا تا قبل اینکه ازدواج کنم همه این برداشت رو داشتن. آخه استایلش خیلی متفاوت بود به خاطر همین. این عکسه که الان داریم. آره بعدا عکسش رو ولی خب دیگه نبودم من واقعا زنده اینجا نشسته نبوده. به روباه میگن شاهدت کن میگه دیدی گریه میکنه. به روباه گفتن شاهد میم سوال بعدی. یه اعتراف راجع به خودت مشتبه. میتونه بد باشه میتونه خوب باشه میتونه اعتراف ها رو لول پایین میکنه. اصلا فرق اعتراف نمیکنه. تو بکن. یادم تو اعتراف تو بکن یادش میاد. آره من بچه بودم میرفتیم خونه مام بزرگم بعد من همین الان خیلی به قدم نمک میزنم کلا همه چی شورش رو در میارم. بعد اون موقع ها دعوام میکردم من نمک رو برمی داشتم میریختم کف دستم نمک میخورد
میخوردم. بعد واسه اینکه دوام نکنم و کسی مچمو نگیره میرفتم پشت پرده، پشت مبل نمک. بعد کسی پیدا ممنون نمی‌کرد. خیلی لذت تو بگو. من روی عدسگاه شکر می‌ریزم من اینو درک نمی‌کنم. خیلی خوشمزه اصلا دوست ندارم، نه درک می‌کنم، نه خیلی دوست دارم. خوشمزه. ببین خورما خیلی منطقیه ولی شکر نه. اصلا. نه من قبول نمی‌کنم. خیلی خوشمزه حس کنم خب مسعود تا من بچه بودم این دیدنی میرفتیم خونه فامیلا پسته و این چیزا میذاشتم تو جیبم همیشه هم فکر میگم هیچکی نمیفهمه ولی بیرون بابام اینجوری نگاه چرا این همه باید میکرد اصلا نمیشد کسی نفهمه. من تخم کدو رو با پوست میخورم و کسی منم با پوست راجع من نمیدونه و من خیلی دوست دارم، خیلی با پوست که نمکی شده. آفرین خیلی خوشمزه است. من هر درکم یه دونه با پوست میخورم نمکی شده. مثلا مهمونی میریم اون نمیشه دیگه مثلا با پوست بکنم تو دهنم. مش نمی‌کنی تو دهنت یعنی؟ مثلا یه دونه اینجوری خیلی با کلاس خانومانه چیز کنم پوستشون هم بعدی رو قورت میدم با پوست. اگه قرار بود تا ابدی یه نوع غذا بخوری اون غذا چی بود؟ حدث‌پلوی قیمتی 4 تا چیز داره. حدث‌پلو مجلسی، سوپر مجلسی. گوشت شکره، سیب زمینی، پیاز سرخ شده. سیب زمینی هم حال میده. نه اون منه. اوکی. نه توش. من اگه قرار باشه فقط یه بشقاب داشته باشم استیک میخورم. استیک با سس شاتوته کاسه با پنیر کممبریان سرخاری روش با سیب زمینی تنوری و ساور کریم با یه سری فکرم سبزیات هم دارش یادم نیست دیگه نمیتونی سوشی بکنی. استانبولی با تهیه سیب زمینی من سیب زمینی سرخ کرده با سس قارچ. ایزی. همین. تلخترین جوکی که تا حالا شنیدی چی بوده؟ من 6 سالم بود. روی پشت بوم خونمون بود. یه همسایه داشتیم که تازه اومد. این هیچ سنسی نداشت که جوک چیه. فقط میدونست که یه چیزی رو باید تعریف کنه. جوکش اینجوری بود که یه روز یکی گرسنش میشه. میری در یخچال رو باز میکنه. میبینی یه هندونه از توی یخچال. هندونه رو میخوره. تموم شد یکی بود میگفت یه ژله توی یخچال دیدم در رو با کردم داشت می‌درد. برعکسه. دقیقاً آفرین. من فن عزیز محمدی واقعا نمیاد مثلش من تقریبا جوکای زندگی معلوم شنیدم قبلش از سجاد شنیدم ولی عزیز محمدی تکه شما خب یکی یه جوکی شما بگم میگه تخم مرغایی که دو زرده میشن چرا قرمز نمیگیرن اخراج شن فقط با قیافه عزیز محمدی ها. این تخترین جوکی بود که من چه میدونستید ماهیا وقتی میخوان خواهراشون رو صدا کنن چی صدا میکنن؟ کسی میدونه؟ آبزی من فکر میگم سجاد صداشو میکنم. خب بچه ها این بود از ویدیوی ما. مرسی که تا اینجا همراهم بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو سابسکرایب لایک کنید و ویدیو رو چیکار میکنید؟ اگر دوست نداشتید مشکل از خودتون بوده چقدر آدم میتونه این همه گفت من چیزم